میگن اگه فوتبالیست باشین و یه مسئولیت شدید سراغتون بیاد، زندگیتون به دوران قبل و بعد اون تقسیم میشه. مرتضی پورعلی گنجی برای دومین باره که داره همچین ماجرایی رو تجربه میکنه. اومدیم سراغ مرتضی تا ببینیم که یه روزش تو دوران فیزیوتراپی و حالا درمان مسئولیت چجوری میگذره. مرتضی خیلی خیلی مخلصیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و بینندگان عزیز. در خدمت شما هستیم با یه روز فیزیوتراپی. ببینیم امروز قراره چه اتفاقاتی براش بیفته. Let's go.